طوری امیدوارم حالتون خوب باشه و من پیکسل هستم. اومدیم حاجی با یه ویدیو گنگ خیلی خفنه دیگه. آقا امروز همونطور که تایتل و تامنی ویدیو دیدیم اومدیم یه سنس خیلی گاد رو بهتون بگم، یعنی خیلی گاد خدایی تستش کنیم. اوف عالی. آقا بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فقط اینکه لایک، کامنت، ساب یادتون نره. از داریم بریم برای ویدیو. Let's go. خوب آقا این سنس دیفالت خود بازیه. میریم برای سنس. یادتون نره که لایک، کامنت، ساب حتما کنین. بریم که سنس رو بدونیم. آقا اولی که جنرال برای صفحه است، اینو میذارین روی 140. خب 140. خب آقا اینو بریم داخل ترینینگ، بعد بهتون بقیه‌اش اونجا میگم. اونجا هم تستش کنیم هم بهتون میگم دیگه. بریم. خب آقا جنرال گذاشتیم روی 180، برگشتیم گذاشته بودیم البته روی 140. گفتم 180 اشتباه کردم، مثلا کلا قاطی کردم. گذاشتیم روی 140. همون بقیه‌اش دیفالت خود گیمه. ما همین که 140 گذاشتیم تست می‌کنیم، می‌بینیم که مثلا هیچ چیز خفنی نداره داخلش. می‌خوره اما مثلا خب میریم واسه رد دات رو می‌ذاریم روی 130. این سنس هایی که من میگم بهتون بیشترشون با قیمت داره، مثلا با پوله، رایگان نیستن. خب این اصلا دیفالتش یه بار دیگه بزنم 140. این هم 130. حالا بریم برای تستش. نگاه کنیم مثلا UMP که کلا قرمه. نه اندازه اصلا این 100% میندازه. هر انمی که باشه رو شما یه تیر بزنیم ناک. یکم من شوخ نبازی دارم در میخوره. تک و توک بینش مثلا ممکنه زرد بزنه، ولی کلن قرمزه. آقا بعضی ها میان مثلا ایمشو نگه میدارن رو پای یارو، میکشن بالا. دو داشته هد نمیخوره، سنست خوب نیست داداش دیگه. تو باید حداقل ایمت این وسط باشه که بکشی بالا بخوره. یارو میاد میگیره اینجا، میگه چرا هد نمیخوره؟ خب داداش گرفتی رو پاش دیگه. ایمت حداقل باید وسط باشه که ایمت حداقل اینجا نگه دار. یه من نمیتونم، من باید اینطوری بازی کنم. خب داداش این معلومه هم باید هد میخوری، هم نمیتونی بزنی. ولی تا اینجا که پیش رفتیم سنس خیلی خوب کار کرده. مثلا فول. خب میریم واسه بعدش که میشه اسکوپتور رو، چون که داخل ما گوشیه یکم سخته خیلی باز مثلا خیلی دیدم باشه. اینو میذاریم روی 150. اینا رو میگم چون که مثلا واسه اسکوپ و این چیزاست، ربطی دیگه به صفحه این چیزا نداره. اینو میذاریم روی 176 باید بره. 76 بچه خیلی مهمه، مثلا تو یه دونه رو هم چیز نکنی. اسنایپر اسکوپ مثلا ممکنه خیلی نزنن، اینا میتونین روی 97 قرار بدین. اینم که میذاریم روی 100. من فیلتر رو تو بیشتر ویدیو گفتم بذارین روی 100 چون میانگینشون گرفته میشه. میشه راحت. مثلا یکی از بهترین سنس هاست، تضمینش میکنم. کلا قرمه. یعنی بگم بهتر از این سنس برای اون کسایی که میخوان سریع پلی بدن، اونقدر سریع نیست اما میتونن ازش استفاده خیلی خوبی کنن. ممکن نیست نخوره، بعد جا نمیخوره ولی خیلی مثلا تاثیر داره داخل گیمشون. این هم لگ داره بازم خیلی خوب. شما اگه مثلا نمیدونم میگین اسکرام خوب نمیره بالا، مثلا خیلی سرعتش بالا، شما میتونین بذارین اینا 110 کلا.
همشو بذارین 110. اینم روی 110. کلن که 110 دیگه کار شما راحت میشه. اسکوبتون راحت فقط یه دونه هدا میخوره. اصلا دیگه حرفی نمیمونه برای گفتن. انقدر که سنس عالیه، انقدر که خوبه. حتی بریم من روی اینا تست کنم. الان میریم اینجا نمیخوره نه، ولی خدای خیلی سنس خوبه. خیلی خوشگل میخوره خدایی. سنتون برم زیر تو. نه خدایی خیلی خوبه. شما که دیگه تسلط بیشتر داشته باشین روی گیم، من میتونم برم رو هوا برم. اینم میگیرین رو هوا مثلا من برم چطوریه. اما خیلی خوب دیگه رو کاراکتر داره اینطوری میخواد نمیچه در حال حرکتم. داره فیلم جمعه میزنه دیگه چی میکنم آره آقا عالی. سنس بهترین سنس. آقا ویدیو ما تمام شد. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. لایک کامنت تا فراموش نشه. تا ویدیو بعدی که حتما سنس های بهتر و خیلی سرعت‌تر میاریم همراه ما باشید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.